شعرهای او گاهی برخوردار از این مضامین میکنه. منتها زیبایی کار معمولا در جایی هست که شعرهایی که رنگی از مضامین سیاسی و اجتماعی پیدا میکنه با عشق همراه میشه. یعنی به نوعی شاعر سعی میکنه مثلا در قالب یک روایت عاشقانه مسائل رو مطرح بکنه و به این ترتیب یک لطف و یک دلپذیری به این کلام بده. نمونه او مثلا شعری است با نام لیلا که در او خطاب به معشوق هست و به نوعی میتونیم بگیم عاشقانه، ولی در این حال مضامین و مسائل اجتماعی دور و بر خودش رو و مسائل سیاسی و اجتماعی رو مطرح میکنه. مثلا لیلا لیلا ویرانم، سر تا پا در دستانم، لیلا آتش می سوزد در رگهایم در جانم، لیلا لیلا پاییز است، پاییز رنگامیز است، از کوه از باغ از دریا هر چیزی در انگیز است، لیلا لیلا سودایم از سوگستان می آیم، لیلا روز و شب مرده در چشمم در رویایم. و به این ترتیب یک پیوند بسیار دلپذیری در شعر عاصی ما گاهی بین مضامین عاشقانه و مضامین سیاسی و اجتماعی می‌بینیم که غالبا این شعرها با یک نوع تراوت خاص داره و در جاهایی که عاصی بسیار صریح به مسائل اجتماعی پرداخته طبیعتا شعرش اون لطف و اون نمکی رو نداره که در عاشقانه ها داره. و حتی گاهی می‌بینیم که به نوعی شاعر حتی مسائل سیاسی، اجتماعی، وطن، کشور و مسائل ملی را به نوعی بر عشق به ترجیح میده به این شکل که معشوق را به خاطر این دوست داره که او معشوقی هست از این سرزمین ها، از این کشور، از این مردم و به نوعی میتونیم بگیم که او معشوق را به خاطر این مردم دوست داره. مثلا در جایی وقتی که صحبت از فراق معشوق هم میکنه میگه که تو چی شاید که یک روزی برگردی به کشور، نمیگه من به پیش تو بیایم. مثلا شاعر گویا در فراق معشوقی هست که از کشور سفر کرده، چون میدونیم که یکی از مصیبت های کشور ما در 2-3 دهه بوده. منطقه نمیگه که کاش یک روزی بشه که من مثل تو به اون کشورهای خارج بتونم سفر بکنم، بلکه میگه که تو باز دوباره به سوی کشور برگردی و باز در اینجا یک سلسله ارزش‌هایی که در کشور نهفته است یادآور میشه و به این ترتیب در پرده شعر عاشقانه خود یک سلسله احساس علاقمندی نسبت به مملکت رو بیان میکنه. بود آیا که آن سوهای آب شور برگردی، برای عاشقت از غربهای دور برگردی، بود آیا که بر رغم خیالات شب و روزم به سوی سرزمین گندم و انگور برگردی، بود آیا که دلتنگ از ترنگ و تار ماشینی به طرف کلبه های قیچک و تنبور برگردی. و به این ترتیب یادآور میشه که این اون چیزی که برای ما دلپذیر هست و ارزشمند هست و اتفاقا عاصی هم تا آخر وفادار ماند به او همین محیط زندگی بسیار طبیعی و سرشار با همون گندم و انگوری که در شعر هست و قیچک و تنبوری که در شعر هست. و به این ترتیب ما میبینیم که به نوعی احساس وطن دوستی خودش گره میزنه با یک احساس عاشقانه و این خود طبیعتا شعرها رو یک برد و یک کیفیتی میده، یک و لذت هنری طبیعتا ما در این احساس میکنیم، چون میدانیم که به هر حال شعر عاشقانه مخاطب خاص داره، مخاطب بسیار عام داره و هر کسی از شعر عاشقانه طبیعتا بنابراین که به عشق یکی از جوانب بسیار متعالی روح انسان هست لذت میبره. خب شاعر سعی میکنه از این لذتی که از عشق میبریم به نوعی استفاده بکنه برای طرح یک سلسله مسائل و مضامین دیگری و به همین ترتیب از یک جهت دیگه هم میتونیم بگیم که عشق در شعر عاصی تا حدود زیاد یک عشق متعالی است، یعنی عشقی است که بسیار به جسمانیت معشوق ارتباط نمیگیره. یعنی شاعر سعی نمیکنه معشوق در صفات جسمی او غالبا نگاه بکنه و یا احیانا این صفات جسمی رو بیان بکنه به گونه‌ای که ما در مخصوصا فرهنگ خودمان در جامعه خودمان این رو ناپسند میکنیم که کسی وضعیت ظاهری معشوق خودش رو بیان بکنه به دیگران و به همین دلیل در شعر عاصی وقتی که نگاه میکنیم میبینیم که غالبا این عشق همراه میشه با یک سلسله عناصری از طبیعت و معشوق در یک حاله از طبیعت و در عناصر و ابزار زندگی مردم ما، در عناصر محیط زندگی مردم ما غرق میشه و او ویژگی اوریانی که در بعضی از
شعرهای عاشقانه ما در این روزگار میبینیم، در شعر آسی نمیبینیم. و از طرف دیگری یک نوع ارتقای روحی یا تعالی روحی را هم ما در شعرهای آسی حس میکنیم که با وسیله این عشق به وجود میآید. یعنی گویا عشق وسیله تعالی روح شاعر میشه و وصل میشه این عشق زمینی به یک عشق، به یک مفاهیم برتری، به یک عشقهای متعالی. و این هم با چیزی هست که در شعرهای عاشقانه شاعران روزگار ما کمتر دیده میشه. و من صحبت خودم را پایان میدم با یکی از شعرهایی که به نوعی میتونیم بگید که شاعر در او بین عشق و مفاهیم دینی ارتباط برقرار میکنه، در حالی که در بسیاری از شعرها میبینیم که عشقها ضد دینی به نظر میآید. یعنی از اصطلاحات دینی شاعر استفاده میکنه و به این ترتیب عشق یک جنبه معنوی خاص میده. نیت کردم ادا سازم نماز شام گیسویت، پریشان شد پیشم اقتدای مصحف رویت، هوای سجده های ناتمامی داشتم لیکن فراموشم شدن در جلوه های باغ ناجویت، قیام و قعدم بودی رکوع و سجدم بودی، نماز شام اگر کردم ادا پهلو به پهلویت، ملک بود و مقام قدس آسی بود و آزادی، قیامت سجده میزد بر جناب حضرت رویت. خب با تشکر از شاعر توانای کشور جناب آقای کاظم کاظمی که راستی لذت بردیم و امروز در این بهار تازه رسیده یاد دوست دیرینه خود قهار آسی را برای ما و بیننده های ما در این گوشه دنیا گرامی داشتن. جناب آقای رضوی، جناب آقای کاظمی یک نکته را باز هم اشاره کردن، گفتن که در شعر آسی گستره عشق بسیار وسیع بود. درست. و هم رابطه عمیق عشق با مفاهیم دینی. بله. و ضمناً گفتن که جلوه های عالی انسانی در شعر قهار آسی تجلی می یافت. میخواستم شما اگر حرف داشته باشین در این زمینه میشنویم. ما دیگه ریم رفته کمی بر محضور ما را گذاشتین، مگه خدا کنه چیزی به خاطر باشه کلا بله کلا مرا عشقش همی که گستره بسیار عمیق عشق در شعرش بود. بله ایش گپش درست است. اتفاقا مو جمله را که من در شروع از شما تشکری کرد و گفتم عاشق بودن، میگه خدایا لحظات عاشق شدن چه زیباست. فکر میکنم در مجموعه اول یا دومش بوده که گپ گفته و شروعش هم که میکنم به جایی که مثلا بنویسم مثلا بسم الله الرحمن الرحیم، در شروع نوشته کرده یا که نعبد و یا که نستعین، که پس سوره فاتحه باشه، جزئی از سوره فاتحه، و بعد از میگه خدایا لحظات عاشق شدن چه زیباست. و او گپشون درست است. بله شعرهایی که هست همیشه وقتی از عشق هم میگه، همون رقمی که آقای کاظمی گفتن عشق تنها عشق صورتی نیست، همیشه میخواین که کمی تجلیتر و بزرگتر گپ بزنه. ما یکی با اجازه شما یکی دو چیزش میخواستم بخوانم که بله. ما آقای رضایی قبل از اینکه شما بخوانین خوب است که خدمت بیننده‌های عزیز یک اعلان مختصر اعلان بکنم، ولی که در آستانه 30مین سال شهادت شهید دیگر اسطبار آسیان مرحوم شادروان استاد علامه مبلغ هستیم. بسیار خوب. و به تاریخ چهارشنبه آینده 31 مارچ به ساعت 6:30 چهره‌های آشنا 30 سال شهادت استاد مبلغ را در کنار اساتید و دوستان مبلغ که جناب استاد سمندر غوریانی دوست دیرینه ایشان در استودیو با ما تشریف دارن و هم پژوهشگر جوان کشور ما جناب آقای دکتر پرخاش احمدی هم هستند و ما پیام تصویری از کابل از جناب آقای رهنورد زریاب داریم و هم به احتمال قوی پیام تصویری از جناب استاد واصف باختری. بیننده‌های خوب عزیز و برنامه را فراموش نکنن و به دوستانتان و به مبلغ دوستان و عاشقان قهار مبلغ این پیام برسانن. آقای رضوی بیاین در رابطه با
آثار شهید آسی کمی صحبت بکنیم. چرا نه؟ آثار بجامانده از ایشان. بله و چی اونایی که توفیق چاپ یافته، چی اونایی که بس چاپ شد و فورا نایاب شد. و شما قبلا فرمودین که اما مشکلات چاپ خانه که در افغانستان داشتیم نتونستند که داشته های شعرای ما را، بزرگان ما را در دست همه بگذارن. حرف شما بسیار درست است و در این حال خول امریکایی میگه آدم یا پیاله را نیم پر ببینه یا نیم خالی. اگر پیاله را به اصطلاح نیم پر ببینیم میبینیم که خب متاسفانه او قدر صنعت چاپ پیشرفت نکرده بوده در سابقه. امروزه به مراتب بهتر شده و واقعا فضل خداست، جای امیدواری است. یک مجموعه شعرشان در ایران